خطکش و یک ترازوی ژاپنی در دست ماست، خود کت کلگی وزن خطکش کرده رایست. شما در محافل عروسی که میرین کلگی بجای از اینکه آمده باشه از عروسی لذت ببره، آمده که خود که دیگران مقایسه کنه که طلای من چقدر طلای ازی چقدر. محافل عروسی باید خوشترین محافل باشه. برعکس افغان غمگین ترین است. غمگین ترین ها در درجه اول فامیل داماد عروس، خود داماد عروس در نکاح خانه جنگ کرده، در عروسخانه جنگ کرده رایستن که چوری شد، چوری خبر نکردی، چوری نکردی. و میمونم که مثلا یک خانم که شوهر خود یک پنج جنگ زده که از این پیران بخره، از اون پیران بخره، آخرین مدلاره میره که از اون پیران 10 تا ده مفص همونجا خو اول دیگه زارش به کفیدن رسیده که از این چه توی ترس. در میزایی که ما و شما افغانا میشینیم 6 نفر هستیم، پشت یک نفر در 6 ما غیبت داریم. همین یکی که خیست 5 نفر پشت زیاده شروع. به می خاطر 2 تا تکنیک همیشه میزنن. یا افغانا کوش میکنه آخرین نفر از میز بخیزه که خاطرش راحت باشه که از پیش گپ نزد. یا میره به بانه یک چیزی پس می تلفن اونجا نمونده بود. تو هم که بعد مردم چی میگفتن اگه این کارم نتونه صبح باز از دیگه پرسان من رفتم پشتم چی میگفت. خلاصه این میشده زندگی ما. ای افسوس از خو یک جامعه اینا خراب میشه. ما یک خطکش و یک ترازو